دوستم گفتش که خواهر دوستم از تو خوشش میاد. فقط همین شادی خانم. حالا از چی من خوشش اومد شادی؟ منو اتفاقا اولا نه ظاهر خیلی شبیه نمی بودم ولی خیلی واقعا اینقدر کله. نه اصلا خودمو گردن نمیگردم. یه موقع رفتم جلوی اینو گفتم شادی با این من حال میکرد که من میومدم تو جمع مثلا بچهای محل گفتم یه روزی میخوام بهترین رپر ایران شم فلان، و اینا به من میخندیدن. گفتم اینو چی میزنه؟ احساس کرد بچه قوی ام فلان اینا. 2-3 سال اینا کم کم با هم آشنا شد. از اون روزا بوده، اون روزا که من هیچی نبودم، مثلا آهنگای اولم بوده با معرفت ترین رفیقمه. گذشت و اینا. الان که دیگه با هم توی خونه زندگی می‌کنیم، یه جورایی دیگه ازدواج کردیم. اینو فکر کنم اولین بار میگم. کامنت‌ها میزنن خوش به حالت تو در کنار شایعی، ولی از نگاه می‌کنی خودت خجالت نمی‌کشی. خونه یا اون ور ظرف ماسته، اون ور یا بشقاب، اون ور یا لباس انداختم. سکته می‌کنی وضعیت رو ببینی. مراقبت کرد ازم که اینجام واقعا اگه نبود شاید به اینجا نمی‌رسیدم و البته بغضیشم. نه بغض. ازدواج کردی؟